تردید عندلیب بر فراز بتان. سیمرغ با سپاه جوانش لاله گوش بت را به مرثیهای با صورت گلی خالکوبی می کند. آنچه مرغ در آگاهی گیاه می داند پلک هوشیار زیبایی است که هیبتش در تردید عاشق مخدوش می شود. پروین حسین زاده تبریزی نقشگر تردید عشاق است در جهان ایستاده بر فراز نعش بت سیمرغ. نقاشی شماره 6 گواه این نظاره است. مرغان لاجورد بر پهنه سرخ پاشیده بر بستری خاکستری پنجه بر شبح کشتگان معشوق خویش می‌کشند که در رنگ و طرح به وحدتی سرسپرده کنار صورت گل تا ابد محتوم به ایستایی شده اند. عندلیبان درگذشته همرنگ گل و در طرحی شبهوار در غرفه‌ای سرخ بی هیچ خطی محو شده اند تا عندلیبان زنده با بالهای آبی از آوار بت برخاسته پرده تذهیب را با پنجه تردیدشان پاره کنند. آنان که اینک بر فراز اشباح گل و مرغ جولان می‌دهند عاشقان تردیدند که نه تنها بر فراز و به زیر گل که به هر سو عروس گمشده خویش را فرا می‌خوانند. نقاش هوشیارانه در تکه‌های متلاشی بت معشوق گل عندلیب عاشق را در خندق فاصله اساطیر کهن تا جهان نو با کمان تماشا اما کشیده به چله تردید سرگردان کرده است. مرغان نقاش دیگر اغوای ارغوان نه بر فراز درختان و نه به زیر شاخسار بیرون زده از حاشیه مقدس پی لهجه گلها مسخ صورت پیوسته زیبایی نیستند. نقاش نشان داده عندلیبان جهان امروز به هزاران سوژه هزاران شمایل از زیر غبار نشسته بر بت زیبایی برداشته‌اند. هزار دستان هزار سوژه. آن پرهای فریبا با کاکل قرمز و سینه سفید در انتزاع ابژه بافت‌های متلاشی بر بستر پاره پاره اما منسجم رؤیای نقاش شگرف و مکدر غربت عندلیب سرگردانی را بر طاق اولین نگاه مخاطب می‌کوبد تا بعد از آن هرچه نقاش شهرزادوار به دریچه چشم مخاطب زمزمه می‌کند روایت سرگشتگی از تشتت زیبایی باشد که جهان امروز به شکستن بت سیمرغ آن را بر بال عندلیبان بوم او پاشیده است. پروین حسین زاده تبریزی شهرزاد قصه های عندلیبان سرگشته است. عندلیبان بوم‌های او نه بر تمنای سینه ساقه ها شفای عشق دیده اند نه در مردمک سبز زنبقی گردن میان حلقه های لاجورد وصال فرو کرده اند. عندلیب او طاقت کهن فراق را از دسته سیمرغ بر فراز درخت اسطوره تا هزار چشم خال خال دم طاووس‌های مهری زد تا قمریان بومی شیراز زندیه و هزار دستان مدهوش قاجاریه به طاعت تردید از وانهادگی بر آستان عشق مجاب کرده است. مجاب به نگریستن به خواهش خویش که جهان نو آن را با سنبل‌های بی سر بر زمین‌های سوخته از تهنیت کهن خود به زیر کشیده است. پروین حسین زاده تبریزی در مسیر هوشمندانه این تطور تاریخی را تجسم عندلیب شیدای بیخبر در جوار گل در رنگ‌های سرمست و زنده ایرانی تا عندلیبان نشسته بر گدازه‌های سرخ و سیاه که مرثیه کبود عشق در غشای پرهایشان ورم کرده است
تا هزار دستان بی سر سرگردان بر تکه هایی از آیین های سرخ و لاجوردی به تقابلی تاریخی نشان داده است. در نقاشی 4 و 5 دیگر خبری از سنبل و ساق و رز نیست. درختان قطع شده و در حلقه های دود منکسر ناپیدایند. نقاش عندلیب را با بدنی بی سر در المانی استوار از سنت ترسیم ایرانی آینه کاری به تکسری هراسان رها کرده است. گویا مدام با خود واگویه می کند سایه او که سینه معصوم مرا بر کتف تو فرا می خواند. گل معشوق در کدام تکه شکسته زمان یا شکوهمندتر از آن تاریخ جا مانده است؟